شیعه و ازدواج موقت. تقدیم به تمامی زنان مظلوم شیعه که فریب دسیسه های آخوندهای شیاد را خورده‌اند. رافضیان در وسایل شیعه جلد 14 صفحه 444 برای سوء استفاده از زنان مظلوم شیعه به دروغ از امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه روایت کردند که هر کس صیغه یا ازدواج موقت نماید و سپس غسل نماید، خداوند متعال با هر قطره آبی که از بدن آنها می چکد 70 فرشته می آفریند که تا روز قیامت برای او طلب مغفرت می نمایند و بر کسانی که از نکاح موقت دوری کنند تا قیامت لعنت و نفرین می فرستند. اما آیا یکی از امامان شیعه در طول زندگی خود ازدواج موقت نمودند؟ آیا دختر امام جعفر صادق با کس صیغه کرده؟ نه نکرده. آیا دختر امام کاظم کرده؟ نه آیا دختر امام حسین کرده؟ نکرده. جای رو دور نبرد. نه چرا نکرده؟ عزیز من چیزی که ما نگفتیم واجبه، ما گفتیم جایز است. تو که عالمی، تو که آخوندی، تو که ریش داری، فرق بین جایز و واجب رو نمیدانی؟ نه ایره میدانم، ولی شما ایره مقام امام حسن میتن وقتی یک کسی صیغه کنه مقام امام حسن داره. بله، این بسیار اجر داره. آقای سادات، خدا شاهده شما کوچکترین اصول دین رو نمیتونید ثابت بکنید. در وسایل شیعه جلد 14 صفحه 444 روایت کردند که فرشته ها بر کسانی که از نکاح موقت دوری کنند تا قیامت لعنت و نفرین میفرستند. آقای اللهیاری، شما میگویید که ائمه و دخترانشان صیغه نکردند و علمای شما از امام جعفر صادق نقل میکنند که فرشته ها بر کسانی که از نکاح موقت دوری کنند تا قیامت لعنت و نفرین میفرستند. در کتاب من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 366 شیخ صدوق به دروغ از امام جعفر صادق علیه السلام روایت می کند که گویا فرمودند صیغه دین من و دین پدران من است، کسی که با آن عمل کند به دین ما عمل کرده و کسی که آن را انکار کند دین ما را انکار کرده و به دین دیگری غیر از دین ما معتقد شده است. ما که گیج شدیم حرف کی را باور کنیم؟ اینقدر یعنی دروغ پردازی نکنید، اینقدر جهل خودتون رو تو ماهواره جهانی به نمایش نگذارید، به ضررتون هست. عالم بزرگ شیعی شیخ طوسی در کتاب التهذیب جلد 2 صفحه 186 و الاستبصار جلد 3 صفحه 142 و حر عاملی در کتاب وسائل شیعه جلد 14 صفحه 441 آوردند. از زید بن علی روایت است که ایشان از پدرانشان و آنان نیز از حضرت علی علیه السلام نقل می کنند که ایشان فرمودند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز فتح خیبر گوشت الاغ و نکاح موقت یا متعه را حرام گرداندند. در روایتی که هشام ابن حکم آن را از ابی عبدالله امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کند چنین می فرماید زنان فاجره و فاسقه مرتکب نکاح موقت می شوند و زنان پاک دامن و محسنه از آن پرهیز می نمایند. این مطلب در کتاب بهارالانوار جلد 100 صفحه 318 و از سرایر صفحه 483 ذکر گردیده است. محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب فروع کافی روایتی را از علی ابن یقطین نقل می کند که ایشان از حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام درباره حلال و حرام بودن نکاح موقت یا متعه پرسیدند. ایشان یعنی حضرت علی در جوابش فرمودند شما به آن هیچ نیازی ندارید، الله متعال به وسیله نکاح دائم شما را از آن مستغنی گردانده است. الفروع من الکافی
جلد 2 صفحه 43 وسایل شیعه جلد 14 صفحه 449. بینندگان گرامی، حال ببینید که حجت الاسلام اللهیاری چه جوابی در مورد این روایات دارد. در عهد امام صادق علیه السلام در قرن دوم هجری از منع کردن متعه توسط عمر بیش از 100 سال گذشته. بله. در این زمان شیعیان اقلیت هستند، شیعیان کم هستند، بیشتر مردم به متعه همینطور که امروز شما به متعه به نگاه خفت میبینن، به نگاه عیب میبینن، به نگاه کراهت میبینن، اینطوری میدیدن. امام علیه السلام به یک شخص سرشناس، به یک شخصی که او در بین مردم معروف مشهور صاحب خانه است، میگه اگر این کار را انجام بدی، مردم نه به خاطر اینکه این کار حرامه، نه به خاطر این کار، به خاطر اینکه مردم با دیده حقارت میبینن، با دیده کراهت میبینن، این را عیب میپندارن، برایش آبرویش میرفت، این خاطر من کرده. جناب حجت الاسلام، امام جعفر صادق برای اینکه یک فرد سرشناس آبرویش نرود متعه را بر او حرام کرد. یعنی چه؟ آیا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه آن چیزی را که الله متعال حلال کرده است حرام نموده؟ آیا این عمل امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه مخالفت با قرآن کریم نیست که الله متعال در سوره احزاب آیه 36 می‌فرماید: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. و برای هیچ مرد و زن مؤمنی سزاوار نیست که چون الله و پیامبرش به کاری حکم دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد و هر کس از الله و پیامبرش نافرمانی کند دچار گمراهی آشکاری شده است. جناب حجت الاسلام، در کجای اسلام آمده که اگر مردم به عبادتی به دیده حقارت می نگرند آن عبادت حرام است؟ چرا کلام خدا را قبول نمی کنید؟ چرا کلام پیغمبر را قبول نمی کنید؟ این برای ما یک معما هست که ما میخوایم بفهمیم. چرا کلام خدا را قبول نمی کنید؟ چرا کلام پیغمبر را قبول نمی کنید؟ این برای ما یک معما هست که ما میخوایم بفهمیم. بحار الانوار جلد 100 صفحه 318. بسکلان که صفحه 100 جلد احکام المتعه. خب حدیث نوشته کنین. از عبدالله ابن سنان روایت است، از ابا عبدالله پرسان کردم از متعه، فقال گفت لا تدنس نفسك بها، نفست را به این متعه مردار و ملوث مگردان. شما روحانی هستین، حالا جوابش میخوای گوش بکنی؟ شما جواب چی جواب دارین؟ من جواب میگم، من الان جوابت میگم. این حدیثه که آورده این از در ابواب کسانی هست که اینها خودشان زن داشته‌اند. در کتاب شریف وسائل الشیعه یک بابیه، اینم که علامه بزرگوار مجلسی آورده در احکام المتعه آورده. خدمت شما عرض کنم در احکام المتعه ایشون کتاب بابها را تبویب نفرموده. شما از چی میفهمید که عبدالله ابن سنان خانم داشته؟ تبویبها را بابها را مشخص نکرده. آقا روایاتی که در کراهت، اجازه بدید من جوابتون بدم برادر عزیز. روایاتی که در کراهت و روایاتی که در اباحه هست و روایاتی که در استحباب، همه اینها رو با هم قاطی آورده. بله. در بحث احکام انسان ببین، احکام طبق شرایط انسان فرق میکنه. یک وقت انسان معززه، یک شیء مباهه، اما امین انسان معزز اگر شیء مباه را که جامعه او را بد میداند اگر انجام بدهد آبرویش میرود، برایش حرامه. شما برای افرادی که زن داره متعه جایز نمیدانین؟ آقا جان جواب تو گوش کنید. من از شما سوال دارم. آیا کسانی که در ابواب متعه، در اونجا ابواب کراهت متعه داریم، ما اگر ابواب کراهت متعه آورده اند که در اونجا برای کسی که معزز باشه در جامعه اسلامی در عهد امام صادق علیه السلام، شما میدونید که چقدر روایات از امام صادق علیه السلام آمده در فضل متعه، در اباحه متعه. بینندگان گرامی،
ملاحظه نمایید که چگونه این آخوند مکار از پاسخ به این سوال استاد سادات فرار می کند، زیرا پاسخ به این سوال آبروی او و مذهب خرافیش را می برد. به این روایات که به دروغ به امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه نسبت داده شده است توجه بفرمایید. در کتاب التهذیب جلد 2 صفحه 187 و در الوسائل جلد 14 صفحه 457 از فضل مولا محمد ابن راشد از ابی عبدالله علیه السلام روایت است که به امام جعفر صادق گفتم با زنی صیغه نمودم و در نفس خود گفتم شاید شوهر داشته باشد و هنگامی که جستجو نمودم متوجه شدم که وی شوهردار است. امام جعفر صادق فرمود چرا جستجو نمودی؟ و در کتاب التهذیب جلد 2 صفحه 187 و در الوسائل جلد 14 صفحه 457 از مهران ابن محمد از بعضی از یارانش از امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه روایت کردند که به ایشان گفتند که فلان شخص با زنی صیغه نموده و بعد به وی گفتند که این زن شوهر دارد. آن شخص از زن درباره شوهرش میپرسد. وقتی خبر به امام میرسد، امام در جواب استفسار یا سؤال وی میفرماید چرا از وی پرسیده که شوهر دارد؟ برادران و خواهران گرامی، آیا این همان دینی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را آوردند؟ نه والله، این دین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان نیست، بلکه حتی در بین مذاهب باطلم هین گونه فحشا و فساد و بی بندوباری وجود ندارد که اینها به نام دین ترویج می کنند. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. و ازدواج با زنان شوهردار نیز بر شما حرام است مگر ازدواج با آنهایی که مالک شده اید. اینها احکامی است که الله بر شما فرض نموده و برای شما حلال است که با صرف اموالتان از روی پاکدامنی نه از روی شهوترانی یا از راه‌های غیر شرعی در پی ازدواج با هر زنی غیر از مواردی که ذکر شد برآیید. پس از کامجویی از زنان مهر مقررشان را بدهید و در مورد توافقی که با یکدیگر پس از مهر مقرر می کنید هیچ گناهی بر شما نیست، به درستی که الله دانای حکیم است. شما گوش کنین. گوش کنین. شما گوش کنین. اصلا شما میروین به یک طرف دیگه. شما فقط روایات ساختگی خودتان برای من میگین. گوش کنین. جوابت را بگیر اون وقت حرف بزن. ما برای شما میگم که از بین کراهت المتعه ما روایت زیادی داریم در کراهت متعه برای کسی که زن دارد، برای کسی که زن داره اجازه نمیده. برای کسی که آیا پیامبر اسلام وقتی که متعه در وقت گوش کن شما گوش کنین. شما گوش کنین که باز اگر گوش نکنین من شما را قطع میکنم. عزیز من جوابت را نگیر. اگر شما گوش میکنین خوب، در غیر از من شما را قطع میکنم. اون ترتیبی که اهل سنت در تلویزیون شما اجازه نمیده. شما ترتیبی که جوابت را گوش کنین. ما برای شما میگم که آیا پیامبر اسلام در زمان صدر اسلام زمانی که گوش کنین عزیز من شما گفتن که در باب کراهیت متعه در کتابای شما آمده، درست است؟ کسی که زن داره کسی که زن داره در کتابای شما گفته برای از اونا مکروه است. من جوابت را بدم، اجازه بده روایت مطرح کرده جوابش بگی. میکنی یا نه؟ بفرما. جوابت اینه که در عهد امام صادق علیه السلام در قرن دوم هجری
از منع کردن متعه توسط عمر بیش از 100 سال گذشته. بله. در این زمان شیعیان اقلیت هستند، شیعیان کم هستند، بیشتر مردم به متعه همینطور که امروز شما به متعه به نگاه خفت میبینن، به نگاه عیب میبینن، به نگاه کراهت میبینن، اینطوری میدیدن. امام علیه السلام به یک شخص سرشناس، به یک شخصی که او در بین مردم معروف مشهور صاحب خانه میگه اگر این کار انجام بدی مردم، نه به خاطر اینکه این کار حرامه، نه به خاطر این کار، به خاطر اینکه مردم با دیده حقارت میبینن، با دیده کراهت میبینن، این را عیب میپندارن، برایش آبرویش میرفت. این خاطر من کردم. و الا خود شما در کتاب کافی میبینین، در کتاب مسائل شیعه میبینین، در همین کتاب بحار الانوار جلد 100 در ابواب النکاح، ابواب المتعه، الی ماشاءالله روایات در حالا ما شما را وقت دادم تقریبا بیشتر از 10 دقیقه شما صحبت کردین. ما میخوایم که فقط مختصر پیش بریم. گوش کنین. خیلی خوب، این جوابشو گرفتیم، بس متوجه شدی. اساساً عندنا الا الفواجر. اجازه بدین. اساساً گوش کنین. اساساً این جواب شما برخلاف عملی است که پیامبر اسلام اعلان کرد متعه برای یک مدت موقت و مختصر. مثلا در غزوه فتح مکه برای اجازه بدین. شما گوش کنید. وقتی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم این متعه برای مدت مختصری میگه که ما در مکه مکرمه نبر آمده بودیم که دوباره حرامش کرد رسول علیه السلام. آیا او را اعلان کرد برای زنانی که اونا برای مردایی که ازدواج کرده بودن و یا نکرده بودن؟ شما میگین این در مذهب ما برای کسایی است که زن نداره، در حالی که از شما حتی به سوی امامانتان، آیت الله هایتان، حجت الاسلام هایتان مسئله صیغه را یک عبادت میدانند. مقام امام حسن و حسین با او کمایی میکنند. و شما دیدین یک کسی که از یک حوزه علمیه به یک جای دیگه سفر میکرد، در مسیر رام یک شب خود را به تنهایی نمیگذاشتند و باید در اونجا به اصطلاح صیغه بکنه و ایره یک عمل اسلامی معرفی میکنه. آره من به آیات قرآن کریم این مسئله را که حرمتش ثابت است من برای شما تشریح میکنم. یک، در سوره نور آیه 23 من این آیه مبارکه را برای شما میگم. من آیه را برای شما میگم. در سوره نور آیه 23 قرآن کریم چی میفرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا. باید طلب عفت و پاکدامنی بکنند کسانی که نکاح پیدا نمیتوانند، حتی یغنیهم الله من فضله، تا که الله متعال از فضل خود ایشان در بنیاز بگردانه. و در اینجا نمیگوید که قرآن کریم در این آیه مبارکه نمیفرماید که برو ولیتمتعوا، باید متعه بکنند. ولیستعفف، کسانی که نکاح نمیتوانند، ازدواج نمیتوانند، اینا باید پاکدامنی بکنند، نگفته که متعه بکنند. یک. دوم، قرآن کریم در سوره النساء آیه نمبر 3 میفرماید فانکحوا ما طاب لکم من النساء، از زنان که شما به رضایتتان به طیب خاطرتان نکاح بکنید، مثنا و ثلاث و رباع، 2 زن میگیرند و یا 3 زن میگیرند و یا 4 زن میگیرند. یعنی شما 2 زن، 3 زن، 4 زن. این مسئله نکاح است. فإن خفتم الا تعدلوا، اگر شما ترسیدن که عدالت نمیتوانند، فواحدتا، پس یک زن بگیرند. و در آخر آیه میگه او ما ملکت ایمانکم، یا آنچه که کنیزایی که در زیر دستتان است. آیا در پهلوی ازی که شما زن اصیل بگیرند ازدواج کنند و در پهلوی ازی که شما از کنیزای استفاده کنند، آیا گفته که بخش سومش مسئله متعرم برای شما گفته قرآن کریم؟ چرا قرآن کریم ایره بیان نمیکنه؟ وقتی که قرآن کریم تشریح میکنه برای شما که شما ازدواج کنید 2 زن و یا بله الو بفرمایید. شما وقتی که قرآن کریم میفرماید که شما 2 بگیرن، 3 بگیرن و یا 4 و یا او ما ملکت ایمانکم، یا کنیزای زیر دست شما را باید کنیزایتان بگیرن. آیا در پالی از یک کنیزان میتونه که یک گفته که نکاح بکنید، متعه بکنید؟ در کجای قرآن است متعه؟ و آیه مبارکه که شما در سوره النساء میفرماید
ببینیم که قرآن کریم چه میگه. شما آیه را برای مردم به غلط ترجمه میکنند. مشکل شما ای است که در قرآن تحریف میکنند. قرآن کریم در سوره النساء آیه مبارکه را من میکشم برای کل دنیا. ای آیه مبارکه را که میفرماید در شروع پاره 5: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا والمحصنات من النساء. آقای علیاری خوب گوش کن که به خاطری که بسیار قرآن غلط ترجمه کردی برای مردم و فریب دادی و در پیشروی کسی نامدی که غلطی تو را بگیره و هر طرفی که گفتی مردم شنیدن، گفتن آقا برای ما روزه بخوان، روزه خواندی. گفت آقا برای ما دعای امام حسین کو دستمال گرفتی، اشک ریختی. ولی در اینجا نمیمانم که غلط ترجمه شود قرآن کریم. والمحصنات من النساء، زنانی که شوهر دارند اجازه ندارند امرایش ازدواج بکنند. الا ما ملکت ایمانکم، مگر زنانی که زیر دست شما است، کنیزای شما. کتاب الله علیکم، فرض از بر شما. و احل لکم ما وراء ذالکم، غیر از زنای شوهردار دیگه زنایی که شوهر نداره حلال است برای شما. ان تبتغوا باموالکم، که با مالتان شما را طلب کنند. محسنین پاک دامنان، محسنین ازدواج کنندگان، محسنین ازدواج کنندگان یعنی نکاح شوندگان، غیر مصافحین، شما زنا نکنند برایشان. فما استمتعتم به، زنایی را که بهره میگیرند با واسطه نکاح. ارتباط به آیه قبلی داره آقای علایاری. شما قرآن پارچه پارچه کردند. در یک آیه مبارکه نصف آیه را برای مردم میگن لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا را فراموش میکنند. ویل للمصلین میخوانند، اما الذین هم عن صلاتهم ساهون را فراموش کردند. و این خاطر قرآن کریم برای ما میگه فما استمتعتم به، فزنا کسانی را که شما بهره میگیرند، متاع میگیرند با واسطه نکاح، منهن عزیزنا فآتوهن اجورهن فریده، شما بتن برایشان، مردی خصوصا را بلند کن، بتن اجره ایشان ده، بتن اجره اجاره عبارت از مهرشان است، فریدتن که معلوم شده. قرآن کریم ای آیه مبارکه نصف آیه را شما میخوانید و نصف دیگه قطع میکنید. من نمیفهم که چرا ای آیه مبارکه را بر محسنین غیر مصافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن، شما چرا این دو آیت قرآنی که از دیگه جدا میسازید؟ و در اینجا قرآن کریم به تعقیب از این میفرماید و من لم یستطع منکم طولا، کسی که شما قدرت و توانایی پرداخت نکاح نداره، اینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، که نزای مؤمنی خود را شما امراه از اون میتونید که نکاح بکنید و ارزانتر است. نگفته در اینجا که شما متعه بکنید. این آیت با متعه چه ارتباطی داره؟ بینندگان گرامی، آخوندهای شیاد رافضی از صیغه یا ازدواج موقت بسیار سوء استفاده نمودند و از این راه بدترین اهانتها را به زن مسلمان روا داشتند و خواهشات شیطانی خود را در زیر پوشش ازدواج موقت و به اسم دین ارضا کردند. علمای شیعه صفوی از این هم پا فراتر نهادند و برای ارضای شهوات خود هیچ حد و مرزی قرار ندادند. به این فتوای شاخدار توجه فرمایید. آیت الله خمینی در کتاب تحریر الوسیله جلد 3 با ترجمه فارسی مسئله 12 چاپ دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمی قم در مورد سن صیغه حتی صیغه کردن با دختر شیرخوار را نیز جایز می‌داند که ما به خاطر احترام به زنان و کودکان مسلمان از تکرار فتوای ایشان خودداری می‌کنیم و فقط تصاویری از کتاب تحریر الوسیله وی را به نمایش می‌گذاریم و قضاوت را به شما واگذار می‌کنیم.
اصولا ازدواج دو نوع هست، ازدواج دائم و ازدواج موقت. به محض که زمان مشخص شد از 1 ساعت تا 90 سال میشه عقد موقت. برادر محترم شیعه، کدام یک از شما حاضر می شود ناموس خود را، مادر و خواهر و دختر خود را برای 1 ساعت به عقد موقت دیگران درآورد؟ آیا کسانی که ثوابهای چنین و چنان برای صیغه می تراشند خود حاضر می شوند چنین چیزی را برای ناموس خود بپذیرند؟ دیدگاه مردم ایران در مورد ازدواج موقت. صیغه اصلا منطقه ما رسمی حاجی، بد میخونن. اگر یه زنی حاضر بود صیغه اصلا نیست حاجی، اصلا امکان نداره. بیاد شما همتون آقای خامنه‌ای بیا اونجا دستور بده، هیچ که حاضر نی کار بکنه. نظر شما راجع به ازدواج موقت چیه؟ چیزی که قانونش هست. نظر شما چیه؟ نظر شما چیه؟ اگه ازدواج موقت رواج پیدا کنه آمار طلاق میاد پایین یا نه؟ اصلا به نظری که نظر شخصی باشه که مثل من مخالف ازدواج موقت هستم. چرا؟ چون این ازدواج موقتی چیزی که آینده مخصوصا اون زنو دیگه به تباهی میکشونه. چرا؟ و اگه ما ببینیم یه خانم ازدواج موقت داشته از قبل، خب ما دیگه این برای ازدواج دائم شاید کمتر کسی پیدا بشه که به قبولونه، یا به خود یه آدم اسلام ایران یا زن مرده‌ای باشه، یا یه آدمی باشه که به فلان از کار افتاده باشه.